فیلمی سلیمان تبارف. چرا کنیم ما؟ چه شو؟ ساز. تو چه؟ ساز. درسو تیار کردی؟ بله. تو چی؟ بله. صدیق رفتی ته؟ تو خودت را تا بکه با نادانی میزنی؟ چی شد زنک؟ چی خیلی چی شد؟ اومدی سالی نو است کنی تو فای کودکو تو چرا بدرگاهی من گفتم ادیهی؟ بدیلم زدی میدانی چی؟ تو بدیلم زدی من با تو دیگر زندگی کردن نمیخواهم اوشا، حسین جان رفتم به خونه خوبتون برای خب؟ بله زنک تو خودت نغز میدانی که امروز قرض بانک داشتیم و چقدر پول که داشتم برده به بانک سپاریدم و دیگر پولم نمون که به کودکا توفه گیرم تو چی؟ با این سخنهایت گفتنی که به کودک‌ها توفه نمیگیری؟ آخیر زنک گفتم که نمیگیرم آخیر شرایط نیست چقدر پول که بود به بانک برده دادم ندارم شرایط نداری ها؟ همین خیر به نزدی ارچه برده صورت هم گرفته نمیتوانی برای سیر و گشت حتما پول لازم است برای رسمیری هم پول لازم است آخیر در خانه خوراکوری تموم شده است کودک‌ها توفه انتظار هستند آخیر گوش کن مرا اقلا تو مرا فهم این سال نو که نشد باز از پیش ما بسیار جشن ها داریم آخیر از پیش نوروز است عید رمضان است عید قربان است در دیگر عیدها هر چی خواهی با کودک‌ها میگیرم این خیلی که باشد تو در خونه چین مادر من هر سال نو را جشن میگیرد من کودک‌ها را با خودم گرفته به خانه مادرم میروم نکنی این کارو با دلم زد چونه زندگی قشاقانه من دیگر صبر کردن نمیتوانم مادر جان ما با کجا میرویم؟ به خانه بابایت میرویم دخترم سالی نو را در خانه بابایت میگذرانیم اورا ما به خونه بیبی هم میرویم رفته مادر جان پدرمون رو با خودمون نمیبریم؟ نه نمیبره پدر در خانه میشینه خودمون میرویم رفته کنی بزار پوش نشان پوش کنی یک دقیقه ایسه
باز کی باشه؟ ای دادا جان سلام دخترم. سلام 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 آیشه جان، سلام آسیا جان. السلام السلام آیشه جان، آیشه جان. چی شد دخترم؟ دادا جان، آچا جان، شما با اینجا؟ ما شما رو خبری اومدیم با همراهی مادرم. چی شما با کجای میروید؟ ما خواستیم به خونه شما رویم تا سال نو رو با شما گذرانه. چی؟ با خانه ما میروید؟ اصفالی نو چی کار میکنی دخترم؟ ما شما رو خبرگیری اومده، نه بیروها رو خبر گیری اومده. همین تمنه اوچش انا من بابای برفی مادرت سنی گروشکا برفت. بابا جان تو با ما توفه سانه آورده؟ آیشه جان، من برای شما همه چی رو آوردم. انا در قطعه بیدیت تمام چی رو آوردم. رحمت چی به شما یگان واقع روی داده؟ نه، کودکا کم ترزیق شده بودند. از آن سبب خواستیم به خبرگیری هم رویم. این طور که باشد ما پیش دستی کرد آمده ها. دخترم ما رو به خانه دعوت نمی‌کنی؟ بخشید مادر جان، من فراموش کردم و شما رو در نزدیک نگاه داشتم. بخشید گذارید. شما مادم. بیایید بچه جان، دادا جان گذارید به همه. گذارید دادا جان. بابا جان تو گفتی که ماما توفه سانه میاری کو؟ اوه این داماد در خانه بوده است که هوا جان چی شما؟ سوز خوب؟ رحمت سلام رحمت پسرم. خدا جان سوزه؟ رحمت چی در این خانه یکا و تنها نشسته ای؟ بله مرا بگذارید مرا بیایید. بابا جان تو چه بعد گفتی که با ما توفه بیاری نیاوردی؟ دخترم آیشه جان، آسیا جان، ما برای شما توفه آوردم. من حاضر من رفته بیارم تو بارا. بله شما در اینجا ایستید من حاضر میارم. حاضر. بیا خدا جان مرا بگذارید مرا گذاشتش آمدی؟ انا نه یعنی توفه. رحمت بابا جان دیده چخیل من برای شما با همراهی بیدیم توفای بهترین رو گریت آوردم. ها بیدیش؟ ها مرا بابا جان گذاشته تشکر. اوچا جان، دادا جان، خوش آمدید. خیشینید شما. من یک دسترخوان پرتویم. خب؟ منش دامو برای چی تابتون اینقدر خیلی است؟ تقا جان شاید در نظر شما همه خیلی نمایان باشد همش خوب است شما با حضور شینید وزیر من میآیم بابا جان بابا جان میدونه چی شد؟ چی شد؟ پدرم با ما توفه سال نیاورد. مادرم با پدرم جنجال کردن و مادرم ما رو گرفتن قریب به خونه شما می اومده. راست بابا جان. زید آسیا جان با شما زید شدید. این توفه ها از کلی داده ما برای شما آورده. همین تمام بیدیش؟ شما اوچا جان، دادا جان. رحمت دخترم لازم نیست. من یک چای نو دم کردم بیایم. شنید من با شما گپ دارم. چی شد دادا جان؟ داما داما
بیا پسرم بیا مرحمت چی؟ خوش پسرم با شما چیش بود؟ هیچ تاو جان همش خوب است. چه خیلی هیچی من علاقه پای بوده شدم با شما چی شده است دخترم؟ هیچ چیز نه دادا جان. دخترم تو شکرانه یا همین فرزندانت را کن. هیچگاه آنها را خوار و زار شدن نمان. من دختر سلیم بای را دیدیم. 2 سال شد که از شوهرک برآمده است. من فرزندای وی را می‌بینم دلم رش می‌شود. در قدی کوچه سری لوچی پای لوچ می‌گردم. نه دخترم این کارت خطاست. دخترم اگر خانه من رفتنی که باشی با وقتی خصوص چهره کشاد و خانه من را وقتی که جمع کرده به خانه من میروی نه دیگر در خانه من برای تو جای نیست. فهمیدی؟ فهمو دادا جان بخشش دیگر تکرار نمی شود.